کارگر فرستادیم به آلمان فدرال برای یاد گرفتن حرفه. برگشته به ایران. البته چند نفر از اونها فوراً برگشتن سر کار اولیه‌شون. یه عده‌ای میگن خیر ما دیگه پشت ماشین نمی‌ایستیم، این عیبه. ما هنوز که هنوزه فکر میکنیم که کار دستی باعث خجلته. چرا؟ مگر این زاره آزاده ایرانی با دستش کار نمیکنه؟ مگر میلیون ها کارگر دیگر با دستشون کار نمیکنن؟ مگر من نگفتم که بین هیچ ایرانی، دو ایرانی تفاوتی نیست؟ یا بنا باشد، یا کارگر باشد، یا زاره باشد، یا کاسب باشد، با بالاترین مقام دولتی که نخست وزیر مملکت باشد، هیچ فرقی نیست مگر فرقی که در شغلشون هست.